قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 89. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. بابور به حصار فرار نمود. تیر ماه همان سال وقتی که قشون پرشمار قزلباش به یاری او رسید، برای دوباره به دست درآوردن ماوراءالنهر آخرین کوشش خود را به کار برد. قوه‌های عسکری او در خاک ماوراءالنهر چون مور و ملخ حرکت می کردند، گویا که به این سرزمین آفتی طبیعی رو آورده باشد. آنها به هر جایی که پا می گذاشتند ساکنانش را از دمی تیغ می گذرانیدند. خصوصا قتل عام اهالی قرشی به خود منظره دهشت انگیزی را گرفته بود. نهایت در نزد غژدوان به شیبانیان میسر گردید که قزلباش ها را کاملا تارومار نمایند. قتل و کشتار وحشیانه مردم قرشی حتی ناراضگی و اعتراض مورخان تمایل صفوی را نیز به وجود آورد. به ضمن این باز آوازه‌ای پهن شد که قزلباش ها تمام اهالی سمرقند را نیز قیر کردنی‌اند. همه این سبب شد که اهالی محلی به اطراف شیبانیان متحد گردیده نسبت به آنها حسن توجه و نسبت به بابور حس نفرت پیدا کنند. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. آسیای میانه در نیمه اولی عصر 16. دیر نگذشته شیبانیان همه ولایت‌های آسیای میانه، تاشکند، فرغانه، حصار و غیره را از سر نو به زیر تصرف خود گرفتند. ولی سرزمین آسیای میانه تماماً به خرابی رو نهاده بود. هجوم قزلباش ها، استبداد و غارت مغول ها، قتل عام ها به زندگانی مردم و حیات خواجگی مملکت تأثیر هلاکتبار رسانیدند. زمستان قهرتون سال 1512-1513 این احوال را باز هم وزنین تر گردانید. نرخ و نوا بلند رفته در یک قطار محلها قحطی و گرسنگی روی داد. در سرچشمه ها مخصوصاً احوال تباه مردم ولایت های حصار و سمرقند به تفصیل بیان یافته است. مغول ها ولایت حصار را به کلی خراب نموده تمام غله و چاروای اهالی را تاراج کردند که در نتیجه گرسنگی دهشت انگیزی روی داده بسیارها مردم از گرسنگی هلاک گردیدند. احوال خلق در سمرقند و اطراف آن بهتر از این نبود. شاعر و نویسنده مشهور زین الدین واصفی که آن وقتها در سمرقند زندگی به سر می برد، از زمستانی سرد و قحطی سال 1512 و 13 چنین نقل می نماید: در این سال در سمرقند قحطی و گرانی به درجه رسید که خلایق بجوز قرص ماه و آفتاب که در دسترخوان فلک بود در دیگر جای صورت نان را نمی دیدند و گرسنگان فقیر شبها بجای خوشه گندم در خیال خود
از خیرمنی پروین خوشه می چیدند. واصفی در یکی از شعرهایش این قحطی و گرسنگی را تصویر نموده: نسبت به مردمی اذیت کشیده خیرخواهی و همدردی و نسبت به دولتمندانی حریص و بیرحم نفرت و کراهت ابراز داشته است. چنانچه او درباره دولتمندان می گوید: گندم ز هر کی کس طلبد آرد می کند، از ضرب موشت رسته دندانی وی تمام. در تمثالی زاغی حریص و فارغبال خود شیبانی تصویر یافته است: ای باد اگر به جانبی صحرا گذر کنی، از من کلاغ را ببری تحفه و سلام. وانگه بگو که قاق چرا می کنی ز حرص، نانهای خیش را که شود سبز بر دوام. ای طایری خجسته ز نانهای خویشتن، یک چند نان بده به فقیران به رسم وام. احوال دیگر ولایت‌های آسیای میانه از این بهتر نبود. آنها نیز به میدان جنگ و جدال‌های خونین تبدیل یافته شاهدی زود زود عوض شدن حاکمان می‌گردیدند. شهرهایشان بارها به محاصره افتاده، هر بار از طرف حاکمانی ترسو به دشمن تسلیم می شدند. وضع خواجگی پولی نیز باعث افزودن گرانی می گردید. هنوز بابور با مقصدی به دست آوردن نفع بیشتری در کاری پول دسیسه های زیادی نمود. شیبانیان بجای آنکه عاقبت‌های سوء استفاده بابور را برهم دهند، کرده های او را نمونه عبرت قرار دادند. در نتیجه تنگه های نقره از صحنه تجارت بیرون رفته و عوض آنها در بازار قریب تماما تنگه های میس حکم فرما گردیدند. ولی دیری نگذشته قرب این تنگه ها نیز شکسته، بازار آنها تارفت کساد می شد. هنگام توصیف وضعیت حیات خواجگی آن وقته این را هم باید به نظر گرفت که طایفه های بادیه نشینی به سرزمین آسیای میانه آمده ازبک بهترین ییلاق ها را اشغال نموده، نه فقط بادیه نشین های محلی بلکه اهالی مقیمی را هم تنگ کرده برآوردند. عقیده ای موجود است که عموما در عصر 16 مساحت زمین های کشت خیلی کم گردیده است. موافق عادت شیبانیان، شخصی از همه کلانسال خاندان باید سرداری دولت می شد. به همین سبب پس از آن که در سال 1512 همه مدعیان سلطنت از آسیای میانه رانده شدند، به سر حاکمیت نه این که عبیدالله خان آبرومندترین نماینده خاندان شیبانی، بلکه کوچکنچی خان آمد که آبرو و اعتباری قضایی نداشت، در حکومتداری شخصی بی‌هنری بود و اکثر وقت خود را در طاعت و عبادت می گذرانید. بعدی او پسرش ابو سعید خان حکمران گردید و فقط پس از این عبیدالله خان سالهای 1533 1539 امکانی به تخت نشستن را پیدا نمود. هنوز در عهد شیبانی خان دولت به املاک یعنی ملک های خاصه تقسیم شده بود. اکنون این تقسیمات باز هم رسمی تر گردیده. ملک ها تماما به اختیار نمایندگان خاندان سلطنتی گذشتند. صاحبان املاک در امور داخلی قلمرو خود استقلالیت کامل داشتند. آنها اکنون می توانستند ملک را به فرزندانشان میراث گذارند. املاک فقط در نتیجه نفاق بین خودی گاه‌ها از دست به دست می گذشت. بخارا، سمرقند، تاشکند، بلخ، حصار و امثال اینها
املاکی کلانترین محسوب می یافتند. صاحبان این ملک ها در وقتهای گوناگون حکمرانی مملکت هم گردیدند. از همه بیشتر این مسند در نیمه اول عصر 16 به حاکمان سمرقند نصیب شده است. از سال 1560 بخارا مستقیما پایتخت دولت شیبانیان گردید. 3/4 اولی عصر دولت شیبانیان یک دولت خاصی املاکی بود که آن را یکی از صاحبان ملک صرف نظر از اقتدار و اعتبار خود با نام خان و خاقان اداره می نمود. او فقط امتیازهای ظاهری داشت. به وی عنوانهای عالی می دادند، خطبه را به نام وی می خواندند و در سکه ها نامش را ثبت می کردند. این قاعده تا سالهای 40 عصر 16 دوام نمود. بعدتر بعضی املاکداران گاهی سکه ها را حتی از نام خود می برآوردگی شدند که این معنی نه فقط اسماً بلکه عملاً هم صاحب اختیار گردیدن آنها را داشت. در عهد 3 حکمران اول کوچکنچی خان، ابو سعید خان و عبیدالله خان وضع داخلی دولت نسبتاً ثابت و برای برقرار نمودن و به حد اعتدال در آوردن خواجگی شرایط معین موجود بود. حکمرانها و صاحبان ملکها حتی در پیشبرد کاری همان جنبه‌های حیات خواجگی که با منفعت صنف فی‌عدل‌ها و البته خودشان علاقه‌ای داشت، بعضی تدبیرهای مهم پیش بینی می‌کردند. در این بابت خصوصاً اصلاحات پولی که در زمان حکمرانی کوچکنچی خان گذرانیده شده بود جالب دقت می باشد. چه نوعی که قید کرده شد، معاملات پولی در نتیجه جنگ‌های خراب کننده خواجگی مملکت و نیرنگ‌های بابور و شیبانیان در سکه زنی به وضع بحرانی افتاده بود. این حالت عموماً به کار تجارت تأثیری بد رسانیده، منفعت‌های صنف فی‌عدلان را خللدار می‌ساخت و نهایت درآمدهای خود شیبانیان را از تجارت و معاملات پولی کم می‌کرد. اینک ضرورت اصلاحات پولی به میان آمد. اما در شرایط ساخت املاکی دولت و صاحب اختیاری کاملی صاحبان ملک به عمل آوردن اصلاحات امری محال بود. آخر کار به جایی رسید که کوچکنچی خان در سمرقند و عبیدالله خان در بخارا هر یکی در ملک خود سیاست مستقلانه پولی جاری نمودند. بیشتر از 10 سال لازم آمد که معاملات پولی در مقیاس تمام دولت به ترتیب درآورده شود. باز یک جهت مهمی این دوره یورش های شیبانیان به خراسان بود. این یورش ها بیشتر در عهد عبیدالله خان به وقوع پیوست، زیرا وی همیشه در ضمیر خود نیتی برقرار کردن حدود اولیه دولت شیبانیان را می پرورید. غیر از این شیبانیان محض خود را وارث قانونی تیموریان می حسابیدند. آنها در وقتی لشکرکشی های خود به ضبط نمودن شهرهای کلان سعی می کردند. در نوبت اول دقت آنها را هرات به خود می کشید. در واقع آنها 3 دفعه هرات را اشغال کردند، ولی هر بار به نگاه داشتن آن موفق شدن نمی توانستند. سال 1532 شیبانیان هرات را محاصره کردند، ولی برایشان اشغال آن میسر نشد. با وجود این تمام شهرهای کلان تا استرآباد به تحت تصرف آنها درآمد. آخرین یورش عبیدالله خان در سالهای 1535 1537 صورت گرفت. پس از محاصره 5 ماهه هرات را ضبط کرده زیاده از 1 سال در دست خود نگاه داشت. او به مقصد مستحکم کردن این غلبه خود
خواست که به حکمران دولت صفوی ضربه سخت وارد آورد، لیکن سلطانهای شیبانی مثل هر وقته او را دستگیری نکرده به سوی ملکهای خود عقب نشستن را اولا دانستند. برای مستقلانه تصمیم گرفتن حتی قدرت چنین حکمرانی صاحب اعتبار مثل عبیدالله خان که آن وقت در سر سلطنت قرار داشت نمی رسید. یورش های خراسانی شیبانیان اصلاً قصد غارت را نداشت، هرچند که اشتراکچیان این یورش ها برای افزودن ثروت خود از آنها استفاده می بردند. علاوه بر این، چنان که درست قید شده است، آنها به طور ابیکتیوانه شدت جنگ و نزاع‌های بین خودی شیبانیان را باز می داشتند. این بود که دولت شیبانیان در این دوره با آن همه خودسری و خودکامی های صاحبان ملک به عرصه جنگ و جدال های دائمی بین خودی مبدل نگردید. البته لشکرکشی های چندین کرته به سوی خراسان، تدارکات و تجهیزات یورش ها بر علاوه خراج و مالیات همچون باری گرانی به دوش اهالی آسیای میانه می افتاد. با وجود این، اوضاع این دوره نسبتاً آرامتر و شرایط خواجگیداری مساعدتر بود. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. نزاع‌های فیادالان، عبدالله خان دو و جمع کردن ملک‌های خاصه. از سالهای 40 عصر 16 جنگ و نزاع‌های فیادالی یک حادثه مقرری گردید. آتش نفاق اول در بین املاکداران کلان فروزان شده، بعد املاکداران خرد را نیز فرا گرفت. یکی غم محافظت ملک خود را می‌خورد، دیگری در صدد تصرف ملک نو بود. با تصویر و توصیف این همه جنگ‌های سرشماری فیادالان، گروه سازی و گروه بازی های سلطان ها حاجتی نیست. فقط همین را خاطر نشان می کنیم. سلطان های شیبانی اکثر وقت حتی در مسئله واریسی تخت هم موافقت حاصل کردن نمی توانستند و سردار دولت همچون املاکداری مقرری در جنگ های بین فیادالان اشتراک می نمود. گاه ها چنین واقع می گردید که بعضی سلطان ها نه فقط سردار دولت را اعتراف نمی کردند، نه فقط با او و طرفدارانش می جنگیدند، بلکه حتی به خود رتبه و عنوانهای عالی را نسبت داده خطبه را به نام خود می خواناندند و در سکه ها نام خود را ثبت می کناندند. گاه ها چنین حادثه هم روی می داد که هر یک طرف مقابل پادشاه خود را اعلان می کرد و به این طریقه در مملکت یک نوع دو حاکمیتی به وجود می آمد. یکی از همین قبیل رویدادها با نام حاکم حصار تیمور احمد علاقمند است. چنان که تذکر یافت، حصار از کلانترین ملک‌های خاصه دولت شیبانیان بود. در وقتی که حاکم تاشکند نوروز احمد خان به تخت سلطنت نشست، جنگ‌های بین خودی خیلی اوج گرفت. در این مورد سردار دولت نه اینکه رای آشتی دهنده را بازید، بلکه خودش تشبسکاری سرزدن نزاع و نفاق گردید. عاقبت دو گروه اساسی مخالف یکدیگر به وجود آمد. خاندان املاکداران تاشکنتی با سرداری خاقان نوروز احمد خان و گروهی که در سر آن عبدالله سلطان جوان می ایستاد. در چندین محاصره و محاربه ها نوروز احمد خان بر عبدالله غالب آمده او را به عقب نشینی مجبور کرد و حتی ملک پدرش ولایت میانکال را که در بین بخارا و سمرقند واقع بود با مرکز آن شهر کرمینه ضبط نمود. پس از فوت نوروز احمد خان،
موافق معلومات سرچشمه های خطی، والی بلخ و عمک عبدالله سلطان پیر محمد خان تخت سلطنت را صاحب شد. اما مدرک های سکه شناسی به توصیف حوادث سیاسی آن زمان تغییرات جالبی می درآورند. معلوم می شود که دو گروه مخالف سابقه به طور خود دو خاقان را به مسند حکومت عالی می نشانند. خاندان املاکداران تاشکندی حاکم حصار تیمور احمد را سردار دولت خوانده سکه را با نام او می زنند. گروه عبدالله سلطان باشد عضو خاندان او عمکش پیر محمد را سردار دولت اعلان می کنند و آخران پیروزی نصیب این گروه می گردد. در واقع این اولین غلبه کلان سیاسی عبدالله سلطان بود. پس از این او باز یک قطار موفقیت های حربی و سیاسی به دست آورد. در نوبت اول املاک خاندان خود میانکال را بازگردانید. سپس پسران نوروز احمد خان را از سمرقند رانده در سال 1557 بخارا را تصرف نمود. دیری نگذشته عبدالله از نفاق بلخ پسری محمد خان در وقت نبودن پدرش این شهر را غصب کرد. استفاده برده پدرش را از کرمینه به بخارا خواند و در سال 1560 او را سردار دولت اعلان نمود. هرچند که عمکش پیر محمد خان زنده بود و بلخ را دوباره به دست درآورد و می بایست تا آخر عمر در مسند خاقانی می ماند. اما او دیگر پیر شده مبتلای تشویش‌های خانواده گردیده بود و از این رو برای دوباره برگردانیدن تخت سلطنت حتی کوششی هم ظاهر نکرد. پدر عبدالله اسکندر فقط اسماً حکمران بود. عملاً زمام حاکمیت را عبدالله در دست خود نگاه می داشت. یگانه دشمنی اشدی سیاسی وی خاندان املاکداران تاشکند محسوب می یافت. عبدالله که اکنون هیچ کس و هیچ چیز استقلالیتش را محدود نمی کرد، ثابت قدمانه و با جد و جهدی تمام به کار من بعده جمع کردن ملک های خاصه اقدام نمود. سال 1573 بلخ، سال 1574 حصار، سال 1578 سمرقند و نهایت سال 1582 تاشکند را به تحت تصرف خود درآورد. سال 1583 پس از فوت پدر عبدالله که با نام عبدالله خان دو معروف گردیده است، برخلاف رسوم موجوده که می بایست فرزند کلانی خاندان به تخت می نشست، حکمرانی مملکت اعلان کرده شد. اکنون او عملاً و رسماً به تمام حقوق حکمرانی مطلق سلطنت صاحب گردید. او در بین خاقانهای شیبانی یگانه کسی بود که در مبارزه ضد خودسری صاحبان ملک موفق شده دولتی تا یک اندازه متمرکز به وجود آورده توانست. ولی عبدالله خان دو با این همه قناعت نکرده، آرزوی به قلمرو خود برگردانیدن همه آن ملک‌های را که زمان سرسلسله این خاندان محمد شیبانی خان فتح کرده بود در دل می پرورید. در حقیقت هم برخلاف پیشگذشتگان بی‌تاریش او در این راه پیروزی های نمایان به دست آورد. یکی از سبب‌های این موفقیت البته حاکمیت نامحدودی او بود. یگان اقدامی وی به ناز و نوز و قرار دیگر اعضای خاندان سلطنتی وابستگی نداشت. در سال 1584 عبدالله خان دو بدخشان را ضبط کرد. سال 1588 هرات و پس بسیار شهرهای دیگری خراسان به تصرف او در آمده. فتح خوارزم قوت و وقت زیادی را طلب نمود.
او را لازم آمد 3 مرتبه به آن جانب لشکر کشد تا که نهایت سال 1595 کم و بیش در آنجا حاکمیت خود را برقرار سازد. به انجام رسیدن جنگ‌های بین خودی و به درجه معین مرکزیت یافتن دولت برای به حالت مقرری در آوردن حیات خواجگی بعضی زمینه‌های مساعد فراهم نمود. عبدالله خان دو ظاهراً خادم برجسته دولت بود. در نقل و روایت‌های خلقی تعمیر و بناکاری‌های زیادی از قبیل ساختمان انشاءات‌ها، راه‌ها، سردابه‌ها، پل‌ها، کاروانسرای‌ها، تیم‌های تجارت و امثال اینها به نام او مربوط گردیدند. این نقل و روایت‌ها اساس واقعی دارند. در سرچشمه ها بعضی کارهای آبیاری یادآوری می شوند که با امر او انجام یافتند. چنانچه در غات نورعطا برای پیشگیری سیل، تعمیر کانال های ناحیه سوران، آبانبار کنار دریای کشکه، پوری در نزدیکی غجدوان بوده زرفشان که از افتش با مقصد برداشتن آب و به جویبارها تقسیم نمودن آن نیز خدمت می کرد از همین قبیلند. عبدالله خان دو به مسئله تجارت داخلی و خارجی دقت مخصوص می داد. این را آبادانی راه‌های کاروانگرد و عموماً بهتر نمودن شرایط تجارت که در عهد او به وقوع پیوسته‌اند ثابت می نمایند. در این بابت اصلاحات پوری او وظیفه و نتیجه های ابجکتیوی آن خیلی جالب توجه می باشد. جنگ و نزاع‌های متصل فئودالی که تقریباً مدت 50 سال در سرزمین آسیای میانه دوام کردند برای تجارت و گردش پول وضعیت خیلی نامساعد به میان آوردند. حاکمان مستبد و خودسری ملک‌های خاصه در مسئله پول هم سیاست مستقلانه خود را جاری کردن می‌خواستند تا که از این ماده درآمد نیز هرچه زیادتر فایده به دست آورند. آنها همه مقررات معامله‌های دولتی را ویران کردند. این را هم باید به نظر گرفت که در نتیجه به درجه لازمه نبودن استخراج معدن و از خارجه وارد نشدن آن احتیاج به مواد نقره در مملکت تا رفت بیشتر به میان می آمد. در چنین شرایط از طرف حاکمان ملک‌های خاصه گستاخانه سکه زدن و به گردش انداختن پل‌های نقره باعث آن گردید که ذخیره آنها در معاملات تجارتی تدریجاً کم شدن گرفت. پل‌های نقره با دو راه ناپدید می گردید. یک قسم آنها برای روزی نیک پنهان کرده می شد. قسم دیگری آنها از پی فایده به خارجه می رفت. این طریقه کاهش یافتن نقره در حالت احتیاج زیاده به آن تناسبی بین مس و نقره را در خرید و فروش تغییر داده سببگاری از هم به درجه زیاد تفاوت کردن ارزش بازاری و رسمی دولتی سکه های نقره گردید. شما گفتاری 89 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولov خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.